مصالحه ملی دکتر نجیب را مردم قبول می‌کرد، افغانستان امروز رویایی متفاوت داشت. کابل پایتخت دلها و شهر رویاها، هرات شهر علم و هنر یا نگین خراسان، مزار شریف دیار مولا علی و دیار مولانا شهر لاله ها، اندهار سرزمین انار و انگور ناب، غزنی عروس شهرها و پایتخت تمدن اسلام، دزجان سرزمین طلای باختر، فاریاب شهر علم و حکمت، انگرهار سرزمین همیشه بهار، مورستان بهشت پنهان افغانستان، بدخشان سرزمین درد و لاجورد، پنجشیر دره شیراز، بامیان شهر صلح و دوستی یا دیار بودا، قندوز شهر حصارهای تسخیر ناپذیر، فرنج بندر و سراحی تجارت آسیا. لطفاً نام ولایات خود را بنویسید و ما را حمایت کنید.